بچه‌ها یکی از ویوران نوشته داخل کامنت که وقتی اسکوپ رو برمیداریم چجوری روی اسکینمون نندازیم، مستقیم بره روی گان. اول بچه‌ها وارد تنظیماتتون میشید، اون بالا رو میزنید که بره تو تنظیمات قدیمی. بعد بچه‌ها گزینه BR Stinks میزنید که من اینجا خیلی مشخص کردم واسهتون که پیداش کنید. بعد که اینو زدید میاد قسمت پایین، اینجا نوشته اپتیک دیگه همه دوربینا. اگه میخوای که وقتی اسکینت دوربینا یا همون اسکوپو برمیداره داشت زود بیفته روی گان، بچه‌ها همه اینا رو آن کنید، همه رو روشن کنید، تیکشون رو فعال کنید. ولی اگه میخواید وقتی اسکوپتون روی زمین اسکینتون برمیداره مستقیم بره روی کیف، شاید مثلا شما اون اسکوپ خوشتون نیاد، خب بره روی کیف و شما خودتون دستی بندازید روی گان. همه این تیکا رو غیر فعال کنید. این بود از این آموزش امروز. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما با لایک و ساب حتما حمایت کنید. شما هم حتما اگه مشکلی دارید داخل تنظیمات توی کامنت این ویدیو برام بنویس که ویدیو بعدی رو درباره همون بسازم. دمتون گرم.